بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا المحترم سيد الأيام حج المساكين أجيم زين جمعة باستمروزي جمعة الثاني بميلاد ده ماهي خلوق ماهي الوربا تورا مدنش بعض النقلای ها بعض هم شرایط های مسجد نبودگیش. البته اینا ان شاء الله با نیت ناز کار میکنیم. همون کهان سالها همون تلفی گرم دادن ما برای های انسان های غنیمت بدنشان ده و غنیمتان ما ولی خداوند این خیلی بسیار جمعه میدان حیات برای همین این چیز با حضور میگوییم. امروزین صحبت مونده درباره یکی از نعمت ها بودگی نعمت وقت با صحبت میکنم. میگن که الوقت كالسيف إن لم تقطع يقطعك. پروردگار وقت خود مثل سیف خنجر به اینکه خلق کرد. اگر تو یا فایده خود به استفاده نبری و این تیا زیادش بکن میکنه. بمانایی که عمرات انده عمری که وقتی که برای تو دادگی چیزا عمره برای نیکی برای فایده خودت برای در نزد پروردگار مجبوریت خطا اجرا کردن کار نفرمی به همون وقت صرف کردگی رضاگی پروردگار نیابی زیان تو کار میکند یعنی تیا جنت بنی گریه بند. برای همین عمرهای دراز اصلش ناقص. یک حدیث که سعادة المرء طول عمره بالطاعة. از سعادت مندی انسان اسلام شده است عمر درازش باشد و به طاعت باشد. طاعت دار عمره البته منفعت شهی. آدم علیه السلام پروردگار 1000 سال عمر داد. یکم انسانیت آدم علیه السلام باشد 1000 سال. همسری و یا عواید کمتر. از آدم علیه السلام بسیارتر عمر دیدگی پیامبر این نوح علیه السلام میشد و یا قریب 1300 سال عمر دیدگی. همون خیلی انسان عمر دراز دیدگی هم حضرت جبل آمده شما دنیا و خیلی مناسبت نشان دیدگی نگفتن که دنیا یک حوله حساب کنم اگری از این در اون درش نمیاد وای در برام عمر تمام شد دیدم. برای همین این به معنیه که دو مابین درنده بیهوده عمرم یا نگذرانده و نکبر است. ابی هریره رضی الله عنه و پیغمبر خدا 18 ماه مساوی یکم سال جده یکم سال قطع زندگی کرده. یکم سال درون صحابه هم ده این حدیث بسیار حفظ کردگی این بسیار روایت کردگی یعنی آخرشون سالنگی صحابه باشند تابعین ها و رساندگی این ذکی انسان بودن. ذکی هم خیلی ذکیش سوی ذهندار. درون صحابه هم ده حدیث و از این کس دیدن عاشقش نبود. اصلا صحابه ها الله هم کس شود کل صحابه بنده مسابقه میکردن چون به هم سوری بخاره 118 آیت خود هوای انسان های حیاتشان پروردگار تصویر کردن. گفته یکی استعاذ بالله فاستبقوا الخیرات
یعنی شما در کار خیر مسابقه که امتحان گفتگی آید خود هوای ها و نوازل شدگی باید و ها کار خیرنده مسابقه میکردن. حتی اینکه کار ثوابشان قلبشان سوی قناعت بخش نکرده رسول خدا شکایت میکردن. یک شکایت کلانشون های همه ما همون چیز خواندگیم. مکه ها مهاجرها مدینه های انصاری میگن انصار ها و سوی حوض کرده میگن که رسول خدا انصار ها ثواب بنده ما قفا بنوندن عبادت اندکو برابر باشیم علم انده برابر باشیم خیرنده هم هستیم. ما به هیچ اومده که ما هیچی ما نیست که یک کار ثواب کنیم. همین صحابه همین چیز با ما یک چیز باید گفتن نکن. سال پیغمبر خدا بعد هر نماز سه بار سبحان الله الحمد لله الله اکبر گفته سنه همون و یک کلمه مش کلمه یک کلمه همون لا اله الا الله همون کلمه کتی یکون کنتان ان شاء الله شمهایم همون ثواب میگیره. گفتن برای همین صحابه ها بعد نماز این ذکر را خود یک غنیمت باید حس میکردن و همین چیز را برداشت شدن. انا من حضر مونگی همون بعد نماز جماعت شده هم خیلی مونده وقت هم بیبرو بشد ذکر کسیم کو این اصلش هوای بود. صحابه های ثواب با عشقشان محصولش بود. هوای بود آدم ها عادت شده مونده که خود بعد نماز دارن خیسته برای قلبش سیر نشدگی باید میموند. اصلش مومن آدم با کاری ناس کابش کتی خودش تعجب یعنی به همه عملش کتی خودش از دیگه ها بلند نمیدارد لیکن هر دویم قلبش همون ثواب با عاشق بودنش این نشانه دیگه. بعد ثانی جماعت ها کلام شده بعد حضرت عمر نماز سنت تو وقت حضرت عمر در خانه بدگیره مسلمان ها بسیار شده برفتن کورشان آج برآمدن نمازهای سنت عظمان اگر حضرت عمر ترک شد. ثانی بعد همان وقت حضرت عمر زنها و از مسجد خانه و فرموده شد نمازهای سنت جماعت با اطراف فرض به جمع کردن. این جمع کردگی آدم حضرت عمر صبح شد. بعد همین بعد فرض خواندن مواد سنت خواند بعد سنت ثانی اختیاری همون ذکر داده میشن. دیمه این اصلش حضرت عمر لاش با همون خیلی جولشتگی چیزها هوای بودگی بی اساس نیست. فقط موید علم ما نبودگیش کرونا یک طرفش نبوده که ما یک طرف ما یک احساس کو اصلش همین. بعد نماز گفتم بس بعد پیشین تا عصر بعد نماز تا میشد. خفای فرض نگفتگی بعد نماز گفتگی دیا خفای نماز با نماز فرض با آیت الکرسی گفتگی کدام انسان بعد هر یک فرض آیت الکرسی خونه دگری مابین وی مابین جنت اندر فقط مرگ میستد افتاد. خیستید آیت الکرسی خوندید سنت خونه رفتن گرفت. آیت الکرسی یک آیت چون قطار سیست خونید 35 سیکو میخونید تیز خونید 20 سیکو میخونید خیسته خونده دوم رفتن میگید. دیگه همین چیز هم دیگه ما خونساگو ما برای امید ثواب است. گاه
عمر ما به اعتبار علمی جای مسجد با جای جماعت حقش کا موسیقی سید وزیر وقتنده خالص برای پروردگار شده موبایل خودتون و موبایل پروردگار سر یک تا قواز با هر روز دانگینه یک روز دونا تحلیل برید بامداد با ساعتی 5 نیم خستم مثال ده 4 رکعت تهجد خوندم مسجد با رفتم یا که سنت خوندم مسجد با رفتم تا فرض 1000 بار تسبیح گفتم یا که 4 ورق قرآن خوندم بامداد خوندم رفته بیگانی از پا رفتن پیش نقطه میده فردا خیسته خانه چی؟ نماز بگیرید خالص فقط خالص برای خودتون چند ساعت تلفن بازی کردید چند ساعت کوچه در گپ رفته شدید چند ساعت سکرید در همونده چند ساعتش عبادت یا ذکر یا علم یا کسبیت تحلیل کرده گرید یک مومن برادری توصیه شاید که همین چیز شما یک تطبیق شده بعض همون درنی همون نوستراتونگی خودتون نومس که نوستگی چیزا زورا فرده نکنید ساعتها شبها تا سحر دست به تلفن گرفتن به خنده خنده دیدن اصلا شکستیم سر بشه و مسخره بازی دیدن و گپ‌های بهده زدن گذراندگی شبامی هم نویسید سونه همون کاغذ ناموس کنید علاقه سر پتوید ناموس تکنید خانتون زبرید جوشتتون با اگر زبر تونید دماغ شمانده حیات شمانده دیگه حیات اگر علاقه سر پتوید یا درون پتوید دماغ از حیات خاتون از عمر خاتون ناموس کسید حساب خودتون با نفورید خیلی پروردگار می‌فرماید امام طنطاوی رحمه الله میگن که 70 سال فقط مطالعه کردم یعنی علم خواندم دو چیز دانستم دو چیز منبع سوی قلبم قناعت کنند 70 ساله سوی خواندگم قلب خودم با برای خودم برای عملم دو تا چیز گفتم همه چیز ما کفایه میگن مشقة الطاعة تذهب ويبقى ثوابها ولذة المعاصي تذهب ويبقى عقابها کینگری عبادت میبرد ثوابش میموند معصیت لذتش میبرد عذابش میموند همین چیز من خواندگی علم من مضمونش میگن برای خودشون هم میتابیانده حقیقتا مشقت کشیده او خلو نگفته جای خلو نگفته وقتی همون شیطان تلاش کرده وقتا ایلا بکنده تهارت کرده عبادت کرده علم خونده انسان هم مشقتش میگذره فردا خفای برنده جنت های دویم تنهانگی بینید معصیت گناه لذتش بر بگذرد لذت گناه یک عمرنده لیکن عقاب بوای حساب بوای البته میموند برای همین عزیزان محترم عقابش موی شرمنده میکردگی از کارها احتیاج شد حاضر
حضرت روی زمین دنیادا اومد روی دنیادا سر گفتگی چیز هست پرده هست موبایل دیگه انسانانگی معامله دینانگیش یا که غایب مانا موی کوی کرده که ما دیگه انسان نمی‌نامد روز قیامت همین پرده باشته میشد پرده باشته شود کفای مانده دفتر موی همه انسان میخواند از کفای ما پروردگار هم خیلی izin میکرد که عمل همو نمیده بیستد خودی بعض کارها حاضر همون رکلام به نوستم چند بزنه دو روز قیامت روز حساب بنده تا حساب فلانچه غیبت کرده بود فلانچه زنا کرده بود فلانچه این خیلی کارها کرده گفتگی اگر گناه های مغفور نباشه دیگری لینت مال چطور نیستد اون لینت حمل میخوند قطار حمل انده ثواب های با هم چند بزند چون که آروز دفتر پوشش شدگی نمایانش میستد من همین خیلی روز سرها روز پرده های ثواب به گناه براش نمیشدگی نه عمل های ما دیگه انسان ها نشان داشته شده وقتنده خصومت هم میشد پروردگارا فلانچه من غیبت کرده است حالم تنگ حقم نگرانده دیسوسته نامی عملشنگی تیپه و انساننگی تبلونگی معلومات دیسوس پروردگارا فلانچه من نمیدونم حقم مونده است دیگه سرها ما اون روز که شده میشد باید فقط ثواب بدیم همونجا و از همون حال رفتن خدا خوش نگه دارد امام شافعی یکصد پنجاهیم هجری سنه حاضر وقت سبیل 1300 سال 1295 سال پیش تولد شد انسان ده تابعین های دیگه انسان ها همه کس مجتهد مطلق بودگی همون چور سر مکتب های سر مذهب های احتاشان دو خوشی زاده هم درباره امرده درباره وقت اذا لم تشتغل نفسك بالحق يشتغلك بالباطل اگر تو نفس خودت با کارهای حق فرموده مشغول نکنی نفست یا با کارهای حق باطل کردگی مشغول میکند خدا ما نفس ما یا با کارهای با فرمودهای پروردگار مشغول کرده نتوانه مگری نفس ما یا خودش مونه مگری ما یا با کارهای باطل با کارهای بهره مشغول میکرده است دمت خدا ما نفس ما یا حسابش نکنه مگری دماغ وای مینس میرفت است این چیز به اعتباری نمیشد صحابه ها اصلش قهرمان های امت ها تا روز قیامت میمادگی جمعیت با از خودش بشنگی این قهرمانی کلام پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدوای صحابه ها بدوای اهل علم ها برای ما قهرمان ها ما هوای هو طرف کدی همون طرف با مدلش ببریم همون انسان ها یکسر بس حضرت صحابه بودگی همون آخرین حجنده هم یکسر بس حضرت صحابه حجت الوداع آخرین حجنده به پیغمبر خدا قطع حج کردگی یک قصه معلومات کفو میگردم یکسر بس حضرت صحابه درباره حجت الوداع آمدگی مستوی حجت الوداع پیغمبر خدا سه گفتگی خاشو پیغمبر خدا سه گفتگیشان نه مستوی یک ورقه عربی خط بشه ترجمه کنیم 4 ورقه بشه حتی آدم روایت کردگی هایا 100 تاش 100 خیلی آیا دیگرش فرمی کردگی شاید آیا دیگرش بگیرتگیش نیست یعنی یک بار پیغمبر خدا گفتگی
$120,000 صحابه شنو دیگه صحابه مرزان 100 روایت های 100 خیلی یعنی همشون خودش نمیدگی چیزا استفاده دیگه همون صحابه های یک تا کتاب من 10 تا نامشون اومدگی دیگه هاشون نامشون نیست و هم برای نام خودشون کلا کردگی برای عمرش کنه نام اسلام مراندن کردگی مویم برای کافونگی انسان ها برای با ما فخر کردنش نه ما اسلام منده حصه خود را لتبرفتن کدی مشغول شما دکور حصه خود ما از ما کافونگی انسان ها و اسلام سه منونده در بری حمله کنده کرده هر یک انسان هر یک منزل هر یک مقام حساب شده پروردگارو من نخوانده بودم پروردگارو من ندانسته بودم پروردگارو من نمیدانستیم گفتگی سوال با چرا گفتگی دیم سوالش هم خیلیه ذهنم نمیگیم استادم نبود میگیم نفهمیدیم میگیم نشنودم میگیم اسلام من باید حصه خودم شود این حصه میده همه ما حصه میشد اهل عائله مویا با عبادت کده با دخفای ما مناندلم همونم نباشد دمت با آدم پیروز نه مینوس اسلام با کار کرده است لاقل عائله خودشانگی محیط با اسلام کتی چند بچه است نکردگی انسان همون عائله مجبور دیا و آدم مسافر کند یا قدام میشد یا دادر میشد یا یک مال با دیگه واسطه همون عائله در اومده دیگه عائله عمرش برای عائله اصلاح کردن صرف کرده است برای همین عزیزان محترم این دیده کم حصه نبودگیش با همین حصه من عائله خودم اصلاح کردم عائله خودم لقمش حلالش تامین کردم عائله خودم با الله شناساندم عائله خودم با پیامبر خدا شناساندم گفتگی انسان یک تا نقطه های و یا اسلام به خدمت کردگیش با عمرش بهتر نگشته است اقل حمله مهمی حمله مهم روحانی است گفتم نبی سوس گفتگی بهانه نید شما اخلاص مستحکم بندید خداش وصل میکند صحابه معاذ بن جبل معاذ بن جبل میدانیم پیامبر خدا حاضر مصر ده اون وقتا حبش اسلام میگفتن همون حبش اسلام با والی کرده یعنی رهبر کرده پیامبر خدا همون شما هوای هوا اسلام رسول گفته امام کرده کرده یعنی یکمین تعییناتی از تعیینات های مهم رسول خدا معاذ بن جبل باشه دیگری همون کس حبشستان با رفته اسلام رساندگی درباره این صحابه اون جاننده حرمت بلند همون کس افتاده که اینی لاحتسب نومتی و قومتی یعنی من خدما یک قلب دخیستنم کتی یک شتخیستنم منگی مبین حویا یعنی یک قلب دخیزم همو خوما یک شتخیزم همو بس مقصد شتم بس مقصد خیستم همین چیز حسابش هیچ منع مبالغه کند من با اورامی نبیده هم من خودش سیبه خورفتم من خودم سیبه شتم من خودم سیبه خیستم خودم میکردم دیگه چیز میده همون
بهده بکر نمیشتیم، بهده بکر نمیخستیم، بهده بکر سوچگی غیر نمیزدیم دیگه. همه خیلی کنم مگری همین بس هجوم میتیم مفتگی خیالش اون بس. مو بهده بکر میشنم، بهده بکر میخزم، هیچ نه خمیرم دیگه، هیچی کارم نمیفتار. همین چیز اون کسا سوی اون کسا آرام نمیدارست. اگر میکنید چی شما سی آرام نمیدهد. مویا آرام مویا ویرام کردگی حساب وقت می یا کی دوش می. حسن البصری رحمه الله أولاد بدقي خليفة بدقي همون كسبة شما درباره عمرتون سبقية دفته بسانيا وتجاكي الدنيا 3 أيام فأما الأمس فقد ذهب وما فيه وأما غدا فعليك لا تدركه وأما اليوم فلك فعمل فيه. من دنیا سیت روز افتاد حساب کردم افتادیم. دینانگی گذشت وای حساب روز قیامت میاد. دینانگی گذشت حساب روز قیامت میاد. فردوینگی نمیدونی که میاد نه. امروزنگی آن خدا اینا با عمل پرکن افتادیم. ما دینانگی حیات ما محاکمه کردن میگرمو امروزنگ حیات ما با دینانگی محاکمهش فرداینش با امروزه محاکمهش بس فرداینش با فردای محاکمهش میگذرد. روز محاکمهش کتنی روز عملش کتی برکدن نکن محاکمه نیو با عمل برکدن نکن بس و حسابش امروز نیتید حسابش امروز میتید ولی همین از همون روز حساب دادن خدا آسان کند. آخرین حدیث ما پیامبر خدا مدینه رفته مدینه ده قرار یافته جماعه ها جمع شده بودن جمع شده نابالغش بود بالغش بود مردش بود زنش بود. نابالغ ها امیدی اسلام انده در رغبت بودن بالغانگه ها عبادت مشغول بودن کهن سالا حیران بودن مسلمه که نمیفتن عمر گذشته موند ما دفتر به سفر میکنه مفتگی غم کهن سالا هم بود دینه اسلام اومدگی تو دینانگی خفانگش بر ایمان آوردن حسابش نیست لیکن وحود دینانگی نیا اولاوش من بسیط بکنم دفتر ما گفتگی غم بود رسول الله که هو لذلو لسانك رطبا من ذکر الله از ذکر خدا زبانت خوش نکن لکن میفتم. یکم اسلامانگی مویا مسئولیت ما آیله خود اهل خود را با ایمان و با تقوا کردن باشه دیگری آخرانگی ما از دنیا نصیب ما همون حوای به ما بستش نیموندیم غیر از عبادت بعد عبادت ذکر خدا است. زبان ما با ذکر خدا مشغول کرده است. افسوس که زبان ها ما با ذکر خدا مشغول نیست. یک صوفی عالم را من نمازم ویروش سیکران گفتگنده بکم نمازم ویروش سیکران گفتگنده جواب دادن که قلبت اصلاح کن قلب اصلاح شود نماز ایران نمیشد دیدن چون صوفی ها قلبشون خدا بستن که و های عبادتشون نقصان نبود. اگر همون تروازی کتی حیات موی بنده مگری
demak munda imom navdasida darakat namozanda 30 bor al-mashriq to mag'rib uymikinim darakat namozanda 5 bor telefon olmay chiqadi hamma xeyli mo va mas'uliyatimki 2 minut vaqtimni bir ibodat jo'nataman lekin haqiqiy haqiqatan qalbash Alloh basashidagi inson ham Alloh haqqida namoz o'qigani to salom dodana ruparoni Ka'ba bilan ruparonda faqat tarsi Parvardigor bilan hamon joy rafta to'ni inshaalloh saodatim bor to hava bilan nako'rda to hava raftan nakor ha xayolom vayron mishad xayolom shad banash yaduz vayron mishad duruz vayron mishad kafta vayron mishad du hafta vayron mishad yak sol vayron mishad aqala to mardana moya oxir rut bashad ham hamon xayolom faqat ba ibodat kati ibodat kasago vaqtimda dunyo amu kan mishadagis yak lahza bashad ham umida ibodat nakadi mu'min odam hech vaqt noumid nashudan mahrakat mikrat سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة قرر دقراء سيد العيون حج المساكين عنده دعاء كنت أجابات بكلام فتواجك دقي قرر دقراء أحمى عزواتك بيدوارم قرر دقراء أولا بسيطهم وإستم فركاتي أسفهم فرزنده الصالح من هذا أسفكم ودوامك دقي بكني اسفر زندهای روز قیامت ما دوام آمدگی پروردگار خود نگه داری پروردگارا آنها ما دست راست ما دادن آن روز مشرف کنی و صلی الله خیر خلقه محمد و علی و صحبه اجمعین برحمتک.